شیطان را خوش نکنید و حتی آقای گروه خیشتانی ادامه است. ما مسلمان پرست باشیم. عشق خدای خود را دارد. باید پر جاذبه است که هر گونه دیگران می‌کند. اگر چنین نمید ممکن است تو که از پدرم مهم می‌گردد. آخر ما باید مگر همین طور نیست مدر. بیا نکن من تو را خواهش کردنی نیست اما نمیخواهم که خواهش من فقط نیکی میخواهم من میخواهم که تو وارثی ارزنده پدرم سلطان علاءالدین بشکن اگر خواهی که مادرت را دیگران مولا نبینی تو را لازم است این مدتی از دیگری دور باشی نزد باید علمخان را می‌بینی و دختری حالا دار شدی این بیرون از این کار فرانی از من فرزند
این تئاتر دراماتورگی تاجیک را یاد دادم و همیشه علاقه‌مند و هوادار این تئاتر بودم. اینجا تشریف آوردم و بیشتر یکی از آنها شاعر خطی تاجیکستان استاد مومین قمر هستم. استاد در این آیه سلمان را خواهش می‌کنم. بسیار برنامه من به تغییر دوشوکی من که از مدرسه ختمی دانشگاهی دولتی به اتفاق میرسه با کار آمدم. از یک طرف خصوصی همکاری با همه یکان و خصوصا با شاعر نویسندگان و درنویسان بزرگسال شناس بودم. یکی تجربه شناسایی و اطلاع و معلومات دارم. از طرف دیگر باز چون پدر دوستان و تباری آیه هم سمرقندی بودم و سمرقندی های اشراف‌زاده سیاهیان و علما و دانشمندان بودند. باز از طرف دیگر تباری و اگر ما همگرایی بودیم می‌بینیم که عاطفه از نظر عاطفه هم و اون کس باید تفاوت داشتیم. برای خاطر پدر من فتاح رحمت‌الله معلوم است که یکی از پایه‌گذاران 5 نفر بودن. پایه‌گذاران حزب کمونیستی تاجیکستان در سمرقند بودند. اون وقت حزب مسلمان بولشویک عنوان می‌شد. برای خاطر همه سیاهیان سمرقند از استاد باقردین و معلمان دانشمندان همه با اون اصول اتفاق داشتن و معلم وقتی مخاطب میکردن و مراجعه میکردن معلم میگفتن همه اهل سیاهی سمرقند بود. از اون زاویه هم راجع به اون شناسایی دارد و او فاجعه‌ای که استاد غنی عبدالله از سر گذراندن فاجعه‌ای است که هر کس برداشت او را ندارد. اولا زنده نمی‌ماند اگر اراده و ایمانی بسیار استوار نداشته باشد و فرهنگ باطنی نداشته باشد. دوم اگر امید به آینده نداشته باشد. امید بسیار قوی اون کسی یک اندازه رمانتیک بودند. در درامه‌هاشون یک چیزی آرزوپرست بودند. آرزوپرست بودند و به خاطر هم زنده ماندند و هم باید خودش را به حال دارند. وقتی که به ایتالیا نویسنده می‌آمدند با چنانی که عالی یادآور شدن همه وقت آدمی بودن که در هر جایی که هر کسی می‌دیدن به او سلام می‌کردن یک چیزی به او می‌رساندن یک بنا می‌رساندن یک اندیشه می‌گفتن و می‌گفتن که گاهی بین خودم آمد. این از حالت روانی همون زندانی است. یک همون از خانهشان با اتفاق نویسنده فوق تئاتر و 100 کس می‌گفتن انقدر 100 کس می‌گفتن گپ برای خودم می‌گفتن و می‌رفتن. من تعجبم که چنین انسانی که از این قدر طوفان‌های تاریخی گذشته است و واقعی و زندگی گذشته است باز زندگی می‌شد در دل این کس می‌شد در تکش بود زندگی دوست عاشق زندگی. وقتی که در اتفاق نویسندگان می‌آمد در مجلس عالی یادآور شدن در مجلس‌هاش رفتار می‌کردن راست می‌گفتن حقیقت می‌گفتن و بلاخره باز با همون طنز سخن آخرینشان می‌گفتن و می‌بردن طنز می‌گفتن یعنی که یک نوع اینطور باید می‌کردن که هرچی می‌کنید و رفیق من صحیح نیست درست نیست. یادم که بعد از استاد مرزا توسن‌زاده یکی از جشنواره‌هاشون بود. که یعنی که برجامانده شده بودن. برجامانده که رفتن و حرکت کردن همین طور است. من همین پرسه‌ای که هست همین خیلی پرسه
و من غیاست همون مجلس دیدم و چیزهایی میگفتم و میکردم و آخرین بار دیدم که در پای ایستادن نمیتوانم. من میکروفون بلند بودم با همون پس آخرین سخنش را گفتم. همین از دین من هیچ وقت بدون نمیاد که مردی که همین خطر راه پیمود است، همین خطر طوفان ها وقتی شکوه و اثراتی خودش اعتراف شده است یا در پای ایستادن نمیتواند، خیستن نمیتواند. و آخرین سخنش را گفتم که من یک نوع پیام بود با مردم و مردم این تالار رامایی که میشنیدن و امروز هم همون پیام در این تالار تنین انداز است و همه را دعوت میکنم که جوانمرد باشید، آرمان‌های ملیتان را از دست ندهید. اگر راه مشکل باشد اون راه را مردانه بپیمایید. برای همه حاضرین همین کاهش آخرین روزها تمنا دارم که همینطور نظام‌های شریف و نجیب باشد. سلام باشید بسیار تشکر برای دستان‌های پرمی و شادمانه و واقعا درست بود که ایشان یک پولی بودن بین اتفاق نویسندگان و تئاتر و شاید همین بودن مردان بزرگی بودن که آن وقتا تئاتر خیلی زیاد مشتری داشت، خیلی زیاد علاقه‌مندان داشت و انشاءالله و این امر باز احیا گردد. واژه بی‌زبان فردوسی رستم و سهراب هم در پی سینما هم در بسیار صحنه‌های دنیا تهیه شدن در صحنه تئاتر دان سال‌داوودی نظیر اختراعات داشت. و حالا بیایید از مونولوگ مسخره‌باز که همه نسل کلانسال خوب می‌دانند. در پیشین مردمی تاجیکستان استاد ارجمند ناصر حسن بسیار در سطحی بلند و استعداد خیلی بالا اجرا کردند. پاره‌ای از این مونولوگ مسخره‌باز را استاد منظور شما می‌کنم.
چیگو کاستی که شاورز جنگی شود بیهونر نشان کنونر کم تراید بدم نشان کردم پدر بر پسر همچنین بر پدر چاردن شود بنده بیهونر شهریار نشان کنونر کم تراید بکن بگیتی کسی را نماند وفا روان و زبانها شوند پر جفا آنچنان زیبی که از حادثه بر باد روید حسنی معنی نگذار که تو از یاد کردی استاد بنی عبدالله آنچنان زیستند حالا برای والدگی بیشتری خاطر شماست هنرمند جوان آوازخوان جوان صاحب استعداد انسمبل شش مقامی فیلارمونی دولتی تاجیکستان به نام کشور جورایف ظاهرشاه حیدر را خواهش می‌کنیم یک ترانه کلاسیکی را منظور شما از محیطم بی شفایی بر لبی دریا بیا خواب بر چشمم زند نظاره همچون یه باد ای نسیمی پیرهن از دامنی صحرا بیا ای نسیمی پیرهن از دامنی صحرا بیا
در دلی ما گر نمی آیی و چشمی ما آخرین زنشای عزیز ذهین جوانانی که به هنر اصیل و موسیقی سنتی ما علاقه‌مندی دارند، محبت دارند و استعداد خود را در این جا سرکار می‌دهند. تشکر. در اثرهای صحنوی استاد بنی عبدالله چندین نسلی تئاتر تاجیک، تئاتر به نام استاد قاسم دعوتی کمال یافتند. هنر و استعداد خود را سرکار دادند. استاد هنرپیشه مردمی تاجیکستان مریم ایسایeva قریب در تمام اثرهای صحنوی استاد بنی عبدالله نقش‌ها بازی کردند و اجرای نقش تهمینه را از فاجعه رستم سهراب چندین نسل تماشاگران تاجیک خوب می‌دانند. و حالا به توجه کنیم با فریاد تهمینه و منهای تهمینه در اجرای استاد مریم ایسایeva. چراغ اخلم را برافروخت. موی روی خوب دارد. زندگی من نه این روزی کنار معتبرش روحی بزرگش و کارنامه‌های نجیبش دارد. وای من روی او را ندیدم و وی دید گفتم سکینه رفت رستم را خبر بگذار بیا خودم او را میشناسم. رستم در هستی و نیستی روزگار در خرسندی و مایوسی این فلک کجرفتار من یاد قسم رستم انتظارت می شود. قسم نمودم کسی که از جهان نام بود که مردی نکنم هرگز نه. همکاری های استاد بنی عبدالله با تئاتر، با اهل ایجاد تئاتر چی ثمره‌های آوردند، چی ثمره‌های متقابله آوردند، طرفین آوردند. اینا هنرپیشه خلقی تاجیکستان استاد حبیب الله عبدالرزاق خوبتر و بیشتر می‌دانند. من با کمال احترام از استاد عزیز خواهش می‌کنم که بیاین روی صحنه.
یکی از کارگردان‌های بهترین و بالاترین موضوعی در صحنه تغییر شد دوستان سهراب خبر میکنید که دارم شما تشکر دوستان عزیز من خیلی شادم من با استاد غنی عبدالله سال 1957 شناس شدیم زمانی که استاد غنی عبدالله اثری کنستانتین سیمونوف جوانی از شهر ما ترجمه کردم و من در آن اثر گنرال واسنتزوف بازی کردم در مسکو. بعد این سال 1958 استاد افسران دهاتی با خواهشی استادان ما در دانشگاه مسکو و نام اناتول یوسیفیچ لوناچارسکی و مسکو با اثری تازه خودشان آمدند که حالا نه در ترجمه هایونک است نه در چیزهای منقبان تاجیکستان اشاره داشت. نام این اثر شعرهای زنجیر شکن. این اثر را در مسکو در حضور پروفسور ولی فرد استاد در شاهدی افسران دهاتی و شوکت محمد نیازی خواندند و شوکت نیازی اون اثر را ترجمه میکردند و پروفسورهای ما و این اثر خیلی خوب معقول است و تمام کافی و ریکتره و پروفسور و این اثر را ما همچون کار دیپلمی و کار گرفتیم. من واحد باشیم برای مریم اسرائیلی که حالا منالوگ تحلیل‌ها رو بازی کردم تمام عبدالشکور رو در این اثر رول‌های اساسی رو ما بازی می‌کردیم. اما افسوس نام استاد غنی عبدالله حتندگی هنوز سال 1956 سفید شده بود اما بیشتر مردم سوار اون کس را با علیه گرفتن می‌هراسیدن می‌ترسیدن. برای همین استاد مومن پناه‌آور وقتی که شما می‌گویید اون کس می‌گفتن که گرد بین خودمون مومن برای که بین دو کس گرد بین خودمون اگر 3 کس میشد او 3 آدم را با الکلیدی خبر میکرد برای همین میترسیدن. این کلمه خیلی مهم استاد که گرد بین خودمون گفت سریع دست میزن شاید من با شما باور یعنی این اثر را مسکو خیلی خوب پسندید در وزارت فرهنگی SCCD همون وقتا لیکن از وزارت فرهنگ تاجیکستان نامه آمد که این اثر به صحنه گذاشته نشود و ما کار 1 ساله اینا سوخت چرا که سببی به صحنه نگذاشتن این اثر در مسکو این بود که اثر در واقع انقلابیون توده‌های کمونیست‌های ایران همون سال شاه ایران و مسکو آمده بود و تاجیکستان سیاستمدارهای تاجیکستان گمان کردند که این اثر به دوستی ایران و شوروی خبر می‌رساند. برای همین این اثر را در مسکو از کار دیپلماتی ما
یعنی استاد غنی عبدالله وقتی که من 4 اثر استاد غنی عبدالله را صحنه داشتم. اولین نقشی که من شاعر خورشید را سال 1964 در همین صحنه بازی کردم و اون وقت من اکتور جوان بودم و در بین تمام همکورس‌ها در تاجیکستان با عنوان ارتیست خدمت نشان‌داده تاجیکستان مشرف شدم که استاد برای خیلی آغوش شده از این خدمت استاد غنی عبدالله. برای همین بدتر ما با غنی عبدالله قریب در همسایگی زندگی می‌کردیم. از همون وقت من با استاد غنی عبدالله اون از در کوچه جریس می‌رم، من در کوچه فردوسی در شب‌ها از همین تئاتر پیاده می‌رفتیم تا منزل اون کس و اون کس را بزر می‌کردم و من به خانه خودم و اولین در بالای حریت چقدر ما بسیار کار کردیم سالی دراز و دید به من رستم و سرخا بودم اما از سرنک زرابنده محمود اثر را ما مسکو بودیم تلفون بودیم افغانستان بودیم مثلا تا این ذات تا 3 ماه 4 ماه مردم بلیت نمی‌یافتند و بریز کیمیاگر که فیلم رستم و سهراب را آفرید 10 بار این اثر را تماشا کرد با دولت خدا نظر آمد. سیناریست هایی که از مسکو می آمدن فقط در این ذات تماشا می کردن که بیشتر حسیات و تمپرامنتی سپیکتاکل تئاتر لاهوتی را و فیلم زنان کوچک خدمت استاد حالا که کلاسیک فیلم جهانی شده می‌رسیدم و سهراب در تمام خدمت البته استاد غنی عبدالله. بعد این یعنی که استاد نه اینکه یکی از درامنویسان تاجیک، اون کس اساس‌گذار دراماتورگی تاجیک است. اون کس فقط برای و من اینقدر نقل‌های اون کس یکی از اساس‌گذارهای تئاتر در غرب، تئاتر در کلاب بودن. یعنی که اون کس سال 1934 پیاده و عرابه کردی رفته در قدم کنگور با حکایه‌های اون کس درباره کریم 6 حافظی بزرگترین یا اینکه حافظ خلقی سفیدی که بابای روز خدادادزاده رفته طرفی بلجوان رفته قصرهای میرهای منخی رفته در سر خاصا در قبل اونها را زیر عالم ها و نویسنده ها و زیارت کردن. بعد رفتن به درهی مختار که کاری واسه را دیدن با صدها مردم نوشته اون سالهای 30 زنده بودن واسه را دیده بودن میدانستن دیده بودن مبارزه و این خاورین رفتن و در سلطان و حضرت سلطان زیارت کردن و چین دختران مومن آباد رفتن با شاگرد همکورس‌های نقل میکردن 2 نفر در مومن آباد با استاد صدرالدین عینی تحصیل کرده بودن در بخارا و این با کلاب آمدن و تشکیل تئاتر کلاب رساندن. چندین صدها نفر را بچه‌ها و دخترهای با استعداد را می‌نوشتن که این آینده هنرمند می‌شود در غرب و در کلاب. یعنی اون کس بزرگترین شخص بود. اون کس اساس‌گذار اتحادیه نویسنده‌های تاجیکستان بود. اون کس در سن 22 سالگی با الکسی مکسیمیچ گورکی واقع داشت و تکراری با استاد صدرالدین عینی و لاهوتی در مسکو بودند.
آقای محترم یک ما یک چیزم و اعتبار وقتی که تاجیکستان سال 1929 یک جمهوری مستقل شد از تمام سمرقند و بخارا و نمیدونم فرغانه حتی از افغانستان و تمام آسیای میانه تاجیک‌های شیر جگر و تاجیکستان آمدن. تاجیکستان در شهر دوشنبه دو تا عربه شلق تا زانو لای بود. یعنی عبدالله و رشید عبدالله و فاطم نیازی و جواد اکرامی ها و محمد قاسموف ها در وطنهای خودشان خانه‌های زیرتجه و سی‌تجه داشتند و یا برای برداشتن ملت تاجیک و دوشنبه و ستمین آباد آمدن خدمت‌های اونها بزرگ و هر یکی اونها هیکل‌ها آمدن. Dígame.